کسی از خواهرها پرسیدن که فلان مولوی صاحب یا فلان مولانا صاحب در یکی از خبرانهایشان گفتن که کوتاه کردن موی زنان گناه است و حرام است و باعث نفرین و لعنت خدا و پیامبرش میشه. آیا چنین چیزی درست است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من دعا بدعوته الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم به یکی دیگری از برنامه‌های پرسش شنود خوش آمدید. پیش از اینکه به پاسخی پرسش بپردازیم، اول یک نکته از بیننده های عزیز آرزو میبرم و تقاضا دارم که پای هیچ کسی را در میان نیارید. یعنی سوالات وقتی که پرسیده میشه بدون از اینکه این نامی هیچ شخصی و هیچ کسی گفته شود، سوال خود را بپرسین. و من دوست ندارم که به اصطلاح کسی تجریح شود یا مطمئن نیستیم که این سخنان دقیق است، یا اکثرا متاسفانه رسانه ها و خصوص چه میگن سوشیال میدیای امروز برای جذب بینندگان خود برش هایی میکنن و سخنان به گذشته مرتبط است، ولی به گونه‌ای برش میشه که آدم نمیفهمه که واقعا گوینده چی گفته است. به هر حال، حالا که اگر چنین چیزی را کسی گفته باشه و در صورتی که حرفشان قطع نشده باشه، برش نشده باشه، در این صورت تا جایی که من میدانم چنین حرفی درست نیست و در شریعت اساس و بنیادی نداره. ببینید، ولی این درست است که اسلام تأکید میکنه که مرد و یا زن مقلد نبوده باشه، یعنی مقلد غیر نباشه و خود همسان دیگران نکنیم، خودی و خود حفظ بکنیم و مرد شخصیت مستقل خود داشته باشه و زن شخصیت مستقل خود داشته باشه. طبیعتاً اگر زنی به اصطلاح موی خود برهنه میکنه و کوتاه میکنه و به خاطر نمایش به مردان نامحرم چنین کاری را میکنه، یه حرف جداست. حالا موش کوتاه هم کنه حرام است، کوتاه نکنه حرام است، نمایشش برای غیر. اما نفس یا آیا کوتاه کردن موی زنان در شریعت حرام است و به خصوص این حرف که باعث لعنت خدا و پیامبرش میشه، چنین چیزی وجود نداره، البته تا حد فهمی که من دارم. چرا در حدیثی صحیح در صحیح مسلم که نمیدونم مولانا علم 320 است یا چطور، همینطور یک شماره کار دقیق یادم نیست، حدیثی است از امام مسلم که ابی سلمه فرزند عبدالرحمن، یعنی به اصطلاح برادرزاده حضرت عایشه رضی الله عنها، میگه که ما بر حضرت عایشه رضی الله عنها وارد شدیم همراه یک برادر شیعی دیگش و او از به اصطلاح غسل کردن و شستشوی پیامبر و از این امور به ما قصه میکرد تا آنجا که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودند که وکان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم یأخذن من رؤوسهن حتی تکون کالوفره، حتی تکون کالوفره. یعنی حضرت عایشه میگه که
زنانی پیامبر صلی الله علیه و سلم موهای سر خود کوتاه میکردن تا ای که همانند وفره میشد. وفره یعنی چنان که علمای شارحین حدیث گفتن، یعنی موی سر وقتی به نرمی گوش میرسه، یعنی تا اینجا. بنان وقتی تا بناگوش انسان موها میرسه، یا اندکی پایین تر یا اندکی بالاتر، تا اینجا موهای سر خود کوتاه میکردن. و حتی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم چنین کاری را میکردن. بنان وقتی چنین کاری اگر حرام می بود و باعث لعنت می بود و باعث این همه هیاهو می بود، چگونه زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین کاری را میکردن؟ بنان علمای اسلامی تا جایی که من اطلاع دارم گفتن با حفظ خودی، به خاطر به اصلاح نمایش با مردان نامحرم نبوده باشه و به خاطر به اصلاح تقلید و همسانی با مرد و با دیگران نبوده باشه. یعنی به معنا که همیشه این در همه امور، نه تنها در این مسئله، در همه امور پیوسته اسلام و دانشمندان مسلمان تأکید میکنن، پا میفشارن که مسلمان ها شخصیت مستقل خود تا جایی ممکن داشته باشن. به هر حال اصل مسئله بر اباحت است، به هیچ مانعی شرعی در این مسئله وجود ندارن. اگر خواهران دوست دارن که این گونه موی داشته باشن، این گونه خدا برای زینت بکنن، بیاراین برای همسرانشان، هیچ مانع شرعی در این مورد وجود ندارد. و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.